آیا تا به حال به این فکر کرده‌ای که چگونه یه دختر ایرانی تونسته به یکی از بزرگترین مؤسسات فضایی جهان یعنی ناسا وارد بشه، در ماجراهای بزرگ در دنیای فضا شرکت کنه؟ در این ویدئوی جذاب ما به بررسی داستان پر از تحول یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی معروف و همچنین ماجراهای نفسگیر او با ناسا میپردازیم. اگر میخوای بدونی چطور موفق شد، تا آخر ویدیو با ما همراه باش تا داستانی از انگیزه، تلاش و پیروزی رو تجربه کنی. یاسمین مقبلی یا یاسمین مقبلی خلبان تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا و فضانورد ناساست. یاسمین مقبلی فرزند فرشته و کامی مقبلی در 3 تیر 1362 در شهری در آلمان غربی به دنیا آمد و پس از مدتی سکونت در آلمان در شهر بالدوین ایالات نیویورک ساکن شد. مقبلی در دبیرستان بالدوین تحصیل کرد و در دوران دانش آموزی در دوره آکادمی پیشرفته فضایی در کمپ فضایی آلاباما نیز شرکت کرد. مقبلی کارشناسی مهندسی هوافضای خود را از مؤسسه فناوری MIT اخذ کرد و مدتی نیز عضو تیم بسکتبال و لاکراس این دانشگاه بود. مقبلی سابقه بیش از 2000 ساعت پرواز با 25 نوع هواپیمای مختلف و 150 مأموریت از جمله چند سورسی پروازی در افغانستان را دارد. مقبلی طی دوران خدمت خود در نیروهای مسلح بین سالهای 2009 تا 2010 در عملیات‌های نظامی آمریکا در افغانستان شرکت داشته. او دوره خلبانی در افغانستان را تنها باری خوانده که عزمش برای فضانورد شدن متزلزل شده و گفته مطمئن نیست اگر در آن زمان فرصتی برای ترک آنجا و فضانورد شدن پیدا می‌کرده آن را می‌پذیرفته، چرا که عاشق کارش در افغانستان بوده. اما قبل از اینکه در مورد رقابتش برای رسیدن به این جایگاه حرف بزنم، لطفاً این ویدیو رو لایک کن. در ژوئن 2017 مقبلی یکی از 12 نفری بود که به عنوان عضو گروه فضانوردان ناسا ملقب به لاک‌پشت‌ها انتخاب شد و دوره آموزشی 2 ساله خود را آغاز کرد. مقبلی به همراه 4 زن و 7 مرد دیگر از میان 18,000 فرد داوطلب برای شرکت در این دوره برگزیده شده بود. در دسامبر 2020 ناسا اعلام کرد که مقبلی یکی از فضانوردانی خواهد بود که نامزد حضور در برنامه فضایی آرتمیس ناسا هستند و در صورت قبولی در آینده به ماه و احتمالاً مریخ فرستاده می شود. همچنین اگر او از بین 9 زن نامزد سفر به ماه انتخاب شود، اولین زنی خواهد بود که به ماه می رود. همچنین ناسا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقبلی به طور رسمی به عنوان فرمانده 7مین مأموریت اعزام سرنشیندار فضاپیمای اسپیس اکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی انتخاب شده و آندریاس مورگنسن فضانورد دانمارکی خلبانی این عملیات را به عهده خواهد داشت. این مأموریت در سال 2023 از مرکز فضایی کندی در فلوریدا انجام شد. این اولین پرواز فضایی مقبلی است. تازه این ماجرا آغاز شد و فضاپیمای کرو صبح روز شنبه 4 شهریور ساعت 3:27 به وقت شرق ایالات متحده سوار بر راکت فالکون 9 از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شد. این فضاپیما که با سرعت حدود 27,000 کیلومتر بر ساعت در حرکت بود، در سفری 22 ساعته به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید. مأموریت تیم 4 نفره کرو 7 در مجموع 6 ماه به طول خواهد انجامید و فضانوردان در این مدت در حدود 200 آزمایش علمی انجام خواهند داد. ایستگاه فضایی بین‌المللی در ارتفاع حدودی 400 کیلومتری از زمین واقع شده و با سرعت حدود 28,000 کیلومتر در ساعت تقریباً هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین می‌گردد و از این رو فضانوردان هر روز در حدود 16 بار شاهد طلوع و غروب خورشید خواهند بود. برنامه آرتمیس یک برنامه فضایی با هدف فرستادن انسان و در واقع نخستین زن به قطب جنوب ماه در سال 2024 است. این پروژه به وسیله ناسا و شرکت
صنایع هوافضایی تجاری آمریکا با همکاری آژانس فضایی اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا در حال انجام است. هدف نهایی این پروژه حضور دائم انسان روی ماه، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت شرکت‌های خصوصی روی کره ماه و در نهایت سفر به مریخ است. ناسا رهبری این پروژه رو بر عهده داره، اما انتظار می‌رود که همکاری بین‌المللی در رسیدن به اهداف بلند مدت پروژه مؤثر باشد. به گفته برخی نام آرتمیس از آرتمیسا، بانوی دریانوردی که در دومین حمله کوروش به یونان به عنوان متحد وی جنگید گرفته شده است. یاسمین مقبلی به عنوان یک نماد انگیزه بخش برای نسل‌های آینده در ایران و جهان شناخته می‌شود. او نشان می‌دهد که با تعهد، تلاش و ایمان به رویاها هر کس می‌تواند به دستاوردهای بزرگ در علم و فضا دست پیدا کند. این ویدیو به پایان میرسه، اما ما امیدواریم که از داستان جذاب یاسمین مقبلی و ماجراهای او با ناسا لذت برده باشید. در ویدیوهای بعدی در مورد قطب جنوب و ویژگی‌ها و حوادث باور نکردنی که در آن اتفاق افتاده صحبت می‌کنم. امیدوارم ویدیو رو از دست ندید.